سلام، امیدوارم خوب باشین. میخواییم با هم دیگه یه ترفندی رو یاد بگیریم که از پمپ‌های میناکاری استفاده بکنیم برای تزیین بدنه‌های سرامیکی با دوغاب. نیاز داریم به قیچی، گوشت‌پاک‌کن، فندک و یه دونه پمپ میناکاری. عزیزان این پمپ‌ها رو خب میدونین دیگه، سریای مختلف داره با شماره بندی، ولی خب برای استفاده از دوغاب، چون دوغاب جرم زیادی داره، ممکنه که خیلی ببنده و شما سخت بتونید باش کار بکنید. به خاطر همین من کاری که میکنم، همین سری که ثابت هستش رو نگاه بکنین، یه گوشت‌پاک‌کن رو برمیدارم، سر و ته اون رو با قیچی میزنم. نگاه بکنین که یه لوله پلاستیکی تو خالیه که برای ما مناسبه. از وسط نصفش بکنین و این میتونه بره داخل این قرار بگیره. حالا برای فیکس کردنش داخل اینجا به فندک احتیاج داریم. یه مقدار با فندک اینو گرمش میکنین و بعد سریع اینو میذارین داخلش رو فشار میدین. این کار یکی دو بار تکرار بکنین. زیادم نیاز به حرارت نداره، فقط در حد اینکه فیکس بشه. این دیگه ثابت میشه و شما میتونید خیلی راحت ازش برای تزیین بدن با دوغاب استفاده بکنین. برای تعویض سری هم اگر خواستین تغییر بدین و از سریای دیگه استفاده بکنین، مثل قبلا اینو میبردینش و یه سری دیگه جایگزینش میکنین. به همین راحتی.